به نظرتون آدم خوشبینی هستین یا بدبین؟ ویژگی‌های آدم‌های خوشبین و بدبین رو میشناسین؟ در ادامه با من همراه باشید تا ویژگی آدم‌های خوشبین و آدم‌های بدبین رو متوجه بشید. آدم‌های خوشبین میگن هر چی که خوبه تداوم داره و هر چی که بده گذراست. ولی آدم‌های بدبین میگن هر چی که بده تداوم داره و هر چی که خوبه گذراست. آدم‌های خوشبین در حال سازندگی خودشونن، ولی آدم‌های بدبین در حال اینن که دیگران رو مقصر بدونن و به اونها حمله کنن یا دفاع کنن از خودشون. آدم‌های خوشبین روابط متعدد و عمیق‌تری دارن، ولی آدم‌های بدبین در حال نظاره کردن رابطه‌هاشون از دورن. آدم‌های خوشبین بردباری بیشتری نسبت به دیگران دارن، ولی آدم‌های بدبین سریع عصبانی میشن. آدم‌های خوشبین سریع تصمیم گیری میکنن. خب مسلماً ایرادهایی هم داره تصمیم گیریشون و دچار اشتباه میشن. ولی آدم‌های بدبین همش مرددن. پس در نتیجه بعد از اتمام تصمیم گیریشون دوباره از تصمیمی که میگیرن پشیمونن. آدم‌های خوشبین میگن اون چیزی که اتفاق افتاده مقصرش من بودم، مسئول کار من بودم. ولی آدم‌های بدبین منتظر اینن که بگن گناهکار کی بوده یا تقصیر کی بوده. آدم‌های خوشبین زندگی رو با خوشحالی سپری میکنن. خودشون رو دوست دارن و چون خودشون رو دوست دارن آغازگر کارها هستن. ولی آدم‌های بدبین همیشه تقلید کارن. آدم‌های خوشبین چون خودشون رو دوست دارن اعتماد به نفس مثبت دارن، پس دیگران رو هم دوست دارن. ولی آدم‌های بدبین چون خودشون رو دوست ندارن نمیتونن دیگران رو هم دوست داشته باشن. قدم اول برای خوشبین شدن دوست داشتن خودتونه. خودتون رو دوست داشته باشید تا تمرینی باشه برای اینکه بتونید نسبت به دیگران اعتماد داشته باشید. تا درودی دیگر، خدا یار و نگهدارتون.